همکارش حسین سوروبی لیگیونر توپی یکم رو وارد دروازه استقلال کردند. بعدا در دقیقه 42 سیاوش اسرارов توپی جوابی زده حساب رو برابر کردند. بعدا در دقیقه 18 فتولوف رقم 18 در دقیقه 45 توپی سوم رو در این بازی به نشان رساندند. همین طریق در قسم دوم ضیاءالدین فوزایلوف در دقیقه 51 باز یک گل دیگر زدند. همین طریق در دقیقه 85 باز خورشید محمودوف یک گل دیگر به دروازه دسته روشن زدند. همچنین این بازی در دقیقه 66 رومیش جلیلوف در دقیقه 49 دلشاد واسیف. واقعا هم در این بازی خیلی هم گلی زیاد زده شد و ما با گروه ایجادی استودیوی سیاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای این گزارش بار دیگر اظهار تشکر میکنیم و با شما شارح رحمت شعبیلوف و معروف عاقلوف بودند. شاد و بردم باشید. فوتبال رو دوست دارید.